تو فصل قبلی خوندیم که لارتن میخواد از صومعه بیرون بیاد و از راهبا و لورنس جدا بشه و به سراغ سرنوشت خودش بره. ببینیم تو این فصل پایانی و این قسمت آخر از این 4 جلدی چه اتفاقی برای لارتن میفته. قسمت 21. لارتن هیچ نمیدونست که آینده چی رو واسش در نظر گرفته، اما اینو میدونست که تو آینده نزدیک دقیقاً میخواد چی کار کنه. همین که صومعه رو ترک کرد به جستجوی سیرک وحشت رفت. آقای تال منتظرش بود و لارتن اصلاً تعجب نکرد که میدید صاحب سیرک در بین برنامه‌هاش جایی برای نمایش اون در نظر گرفته. اما وقتی آقای تال فهرستی از همه بازیگرایی رو به دست لارتن داد که تو نمایش بعدی حضور داشتن، لارتن پرسید این دیگه چیه؟ آقای تال جواب داد لارتن کرپسلی و عنکبوت بازیگر خانم اوکتا. لارتن اخم کرد و گفت تو از من میخوای که با جونور دستاموز هم نمایش اجرا کنم؟ آقای تال گفت برنامه فرار تو از قل و زنجیرها سرگرم کننده است، اما خانم اوکتا جمعیت رو به هیجان میاره. بیشتر آدما از عنکبوت میترسن. وقتی ببینن که یه عنکبوت به این بزرگی و خطرناکی روی صورتت راه میره، نخودی خندید، طوری که خندش لج آدمو در می آورد. لارتن پرسید چرا از اسم واقعی من استفاده میکنی؟ من کویکسیلور رو ترجیح میدم. آقای تال حرف اونو تایید کرد و گفت برای بازیگری که از دست قل و زنجیرها فرار میکنه کویکسیلور اسم خوبیه، ولی من میخوام تو چهره جدی و موقرانه ای رو به دنیا معرفی کنی. لارتن کرپسلی مقتدرانه و اسرارآمیزتر به نظر میاد. لارتن شونه بالا انداخت و گفت خیلی خوب، هر طور تو بخوای. آقای تال لبخند زد. بعد به لارتن گفت که بره تمرین کنه و ادامه داد فردا شب برنامه تو شروع میشه و من میخوام که توی این کار حسابی بدرخشی. زندگی آروم و بی دردسر کوهستان اشباح رو فراموش کن. اینجا برای زنده بودن باید سخت کار کنی. از اون شب سال سختی گذشته بود، اما اون سالا لذت بخش بودن. یه مدت طول کشیده بود تا لارتن با زندگی جدیدش سازگار بشه، اما حالا اجرای نمایش روی صحنه همراه با خانم اوکتا رو دوست داشت. وقتی اون عنکبوت شگفت‌انگیز رو با خودش داشت، احساس میکرد که دیگه واقعا بخشی از سیرک وحشت شده. بازیگر استثنایی و منحصر به فردی مثل بقیه اعضای گروه. تو مدتی که از جایی به جای دیگه سفر میکردن، از ایجاد ارتباط با اشباح دیگه خودداری میکرد، اما به دیدن سیلوا رفت تا به اون بگه که قاتل مادرش اعدام شده بود. وقتی به دیدنش رفت، دید که اون رنجور و خیلی ضعیف شده. سیلوا از دیدن لارتن خوشحال نبود و وقتی شبح آماده میشد که از اونجا بره، از اون خواست که دیگه به دیدنش نیاد. سیلوا آه کشید و گفت من دیگه خیلی تو این دنیا نمیمونم و میخوام که این چند سال آخر تو آرامش باشم. به خاطر اتفاقی که افتاده تو رو مقصر نمیدونم، اما هر بار که میبینمت اون ماجرا یادم میاد. من تو مرحله ای از زندگیمم که ترجیح میدم این چیزا رو فراموش کنم. لارتن به خواسته سیلوا احترام گذاشت و بعد از اون دیگه هیچ وقت سراغشو نگرفت. هرچند اغلب به فکرش بود و غروبی رو به یاد می آورد که همراه اون، گاونر و آلیشیا مثل یه خانواده شاد و معمولی تو پارک و کنار آبگیر گذرونده بودن. لارتن چند بار به دیدن جیمی او هم رفت. پسرک بزرگ شده بود و نقشه اولیه‌شو، یعنی این که مثل پدرش مأمور کفن و دفن بشه رو کنار گذاشته بود. البته از کسب و کار خانوادگیشون خیلی هم دور نشده بود. آسیب شناسی خونده بود و حالا بیشتر اوقاتش با اجساد سر کار داشت. اگه سیرک وحشت از حوالی خونه جیمی میگذشت، لارتن دوست داشت که به اون سری بزنه و از قبیله یه خبرایی بگیره. گاونر مدام با جیمی تماس داشت و لارتن مشتاق بود که همیشه از ژنرال جوون و کاراش با خبر باشه. هرچند هیچ وقت به خودش اجازه نمیداد که به گاونر به عنوان پسر خودش فکر کنه، اما دوست داشت که بدون اون شبح خوشقلب مشغول چه کاریه.
وقتی میدونست که گاونر از وضع خودش راضیه و تو امنیت به سر میبره و راه خودش رو پیدا کرده، راحت تر میتونه سر به بالین بذاره. تنها ملاقات اون با یه شبح دیگه چند سال بعد از پیوستن به سیرک وحشت بود. یه شب چند ساعتی قبل از شروع آخرین نمایش با خانم اکتا مشغول تمرین بود که ونچا مارد شدید. اشتباه نمی کرد. خودش بود که سکندری خورون داخل اردوگاه سیرک می اومد. یه زن مضطرب و آشفته همراه ونچا بود که می لرزید. زن که لباسایی از پوست حیوانات به تن داشت گریه می کرد. وقتی از مقابل لارتن میگذشتن، لارتن متوجه شد که اون زن همون اسکلکیه که شاهد ازدواجش بود، همون که اسمش تروسکا بود. اون شب آقای تال روی صحنه نیومد و لارتن همونطور که قبلا چند بار این کار کرده بود جای اونو گرفت و نمایشا رو یکی یکی به تماشاچی‌ها معرفی کرد. وقتی مرد گرگی از قفس آزاد شد، اون با جونور کشتی گرفت و اونو آروم کرد. مرد گرگی مهار شدنی نبود، اما آقای تال میتونست روی اون اثر بذاره. اون به جونور یاد داده بود که وقتی تو ابتدای نمایش وحشی میشه کسی رو نکشه، فقط دست یا یه پا رو گاز بگیره و بکنه. صاحب سیرک یه کیسه پر از یک گرد جادویی داشت که با اون میتونست اندامای قطع شده رو سر جاشون بچسبونه. لارتن فکر میکرد که این کار یکم زیاده رویه. برای کسایی که مرد گرگی به اونا حمله میکرد دلش میسوخت. اما آقای تال میگفت که برای شروع نمایش این برنامه فوق‌العاده است و در مورد اموری مثل این اون به ندرت اشتباه میکرد. بعد از آروم کردن مرد گرگی کار لارتن آسون‌تر شد. بقیه نمایش با آرامش پیش رفت. هرچند لارتن نمیتونست جلوی کنجکاوی خودشو بگیره و از ماجرای ونچا و تروسکا چیزی نپرسه. فکر کرد وقتی نمایش تموم شد یواشکی از اونجا بره تا با شاهزاده روبرو نشه. اما این کار توهین به مهمون محترمشون بود. نزدیک سحر ونچا سراغ لارتن رفت. شبح آماده می شد که بخوابه. شاهزاده خورخور کنان سلام داد و پایین تابوت ژنرال سابق نشست. تو سکوت لارتن رو برانداز کرد و بعد منمن کنان گفت فکر میکنم برای بی‌اعتنایی به خواست شاهزاده ها و پشت کردن به قبیله دلیل خوبی داری ها؟ لارتن آروم گفت آره. ونچا پرسید میتونی واسم بگی که اون دلیل چی بوده؟ لارتن گفت نه. ونچا سر تکون داد و گفت باشه، هر طور راحتی. لارتن پرسید برای تروسکا چه اتفاقی افتاده؟ ونچا جواب داد ماهیگیرا همسر و دخترشو کشتن. آه کشید و ادامه داد وقتی اسکلکی بیوه میشه باید 20 یا 30 سال دور از بقیه زندگی کنه و برای عزیز از دست رفتش عزا بگیره. من با اون پیشنهاد کردم که به سیرک وحشت بیاد و اینجا بمونه. میدونستم که هیبرنیوز قبولش میکنه. لارتن گفت این از لطف تو بوده. ونچا شونه بالا انداخت و جواب داد برای هر دوست دیگه هم بود همین کارو میکردم. بیشتر از کاری نبود که برای تو میکردم. لارتن نسبت به تایید دوباره شاهزاده که اونو هنوز دوست خودش میدونست سپاسگزارانه لبخند زد. ونچا با صدای بلند آروغ زد و بعد گفت دلم میخواد بمونم ولی مجبورم به راهم ادامه بدم. ما نمیتونیم همه با هم از مسئولیتامون فرار کنیم و زندگی بی دردسری برای خودمون پیش بگیریم. لارتن قیافش رو در هم کشید و گفت خیلی بامزه بود. از اینکه ونچا سر به سرش میذاش خوشش میومد. ونچا به طرف در رفت و بعد مکث کرد و گفت از وقتی که به گاونر گفتی حالت از همه ما به هم میخوره هیچ کس وستر رو ندیده. لارتن بدون اینکه هیچ تغییری تو قیافش پیدا بشه گفت جدی؟ ونچا ادامه داد همه جور شایعی سر زبونا افتاده. دار و دسته ضد شبحواره ها از هم پاشیده و این اواخر هم هیچ حرفی از جنگ زده نشده. حتی کردا تعداد زیادی از ژنرالا رو متقاعد کرده که حالا وقتشه تا برای اتحاد با شبحواره ها دست به کار بشیم. اگه بقیه هم راضی کنه شاید قبل از مردن صلح بین دوتا قبیله رو ببینیم. لارتن گفت چیز خوبی میشه. ونچا پرسید تو دیگه از شبحواره ها متنفر نیستی؟ لارتن گفت نه.
زندگی کوتاه‌تر از اونه که بخوای از کسی متنفر باشی. ونچا با لحن تندی گفت انگار بالاخره یه چیز یاد گرفتی. میخوای سلامتو به سبا برسونم یا خبری از وستر داری که واسش ببرم؟ لارتن گفت به اون بگو. آب دهنشو قورت داد و بعد صداشو پایین آورد و گفت به اون بگو که من هیچ شبحی رو به این اسم نمیشناسم. ونچا از شدت تعجب پلک زد و بعد با اندوه آب دهنشو کناری انداخت. خیلی خیلی کنجکاو شده بود، اما میدونست که لارتن هیچ وقت به کسی نمیگه چه اتفاقی افتاده. گرفته و به نشونه تایید سر تکون داد. بعد با اکراه به راه افتاد تا این پیغامو به سبا نایل برسونه. با اینکه لارتن خیلی کوتاه حرف زده بود، همه چیزایی که سررشته‌دار پیر باید از دستیار سابقش میدونست گفته شده بود و این بیشتر از چیزی بود که اون تو همه عمرش آرزو میکرد بشنوه. 2 سال بعد لارتن روی صحنه از بالای یه دیوار آویزون بود و صبورانه انتظار میکشید. نمایش رو تازه تموم کرده بودن و توی تماشاخونه متروک و قدیمی تو شهری مثل شهرهای دیگه نمایش رو تازه تموم کرده بودن. همه چی مثل همیشه به نرمی پیش رفته بود، اما لارتن احساس میکرد که اون شب یه شب معمولی نبود. احساس میکرد که به زودی زندگیش به شکل اساسی تغییر میکنه، اما نمیتونست بگه که این تغییر خوبه یا بد. شبح عادت داشت که وقتی با خانم اکتا، یعنی عنکبوتی که پشت جدی ترین آدما رو هم به لرزه مینداخت، روی صحنه میومد، حیرت مردم رو ببینه و ببینه که اونا چطور از شدت ترس خودشون رو جمع میکنن. اما اون شب پسرکی به شیوه غریب حیرت کرده بود. حیرت اون از سر ترس نبود، بلکه به این خاطر بود که متوجه چیزی شده بود. موقع اجرای نمایش لارتن تماشاچی‌ها رو به دقت از نظر گذرونده و جای پسرک رو شناسایی کرده بود. اون با دوستش نزدیک صحنه نشسته بود. پسرک همراهش مثل بیشتر تماشاچی‌ها مبهوت خانم اکتا شده بود، اما اون خودش فقط به مربی کله نارنجی چشم دوخته بود. عصبی، سحر شده، اما با اشتیاقی بی اندازه زیاد تک تک حرکات لارتن رو دنبال می کرد. اون شب قرار نبود که بعد از اجرای برنامه هیچ مهمونی یا جشنی برگزار بشه. لارتن میخواست بره یه چیزی بخوره، اما به جای این کار روی صحنه برگشت و از دیوار بالا رفت تا تو سایه های قسمت بالای ساختمون پنهون بشه. بعد از یه مدت از ایوون روبرو صداهایی شنید. با چشمای تیزش پسر دوم، یعنی دوست اولی رو دیده بود که با احتیاط پیش می اومد. وحشت زده بود، اما همچنان جلو می اومد. از دید لارتن پسرک احمق اما شجاع بود. چند دقیقه بعد پسری که مبهوت لارتن شده بود گیج و آشفته روی صحنه اومد. لارتن خیلی جدی اونو برانداز کرد. احساس میکرد به دلیلی به هیجان اومده و در عین حال نگرانم بود. چند سال اخیر رو تو مکانی امن و آروم گذرونده بود و به همینم رضایت داده بود که همراه سیرک وحشت از جایی به جای دیگه بره. اما همیشه میدونست زمانی فرا میرسه که زندگی و دنیای سیرکو بذاره و بره تا به خواست خودش با آینده روبرو بشه و غریزش بهش میگفت که این 2 پسر بچه رسیدن به اون زمان و سرعت میبخشن. شبح فکر کرد که همچنان تو سایه بمونه و ندای درونش رو پس بزنه. اگه به همون دیوار میچسبید و همین که پسرها از تماشاخونه بیرون میرفتن یواشکی شهر رو ترک میکرد، احتمالا زندگی واسش خیلی آسون تر میشد و اگه درگیر اون انتخاب دوم میشد دوباره رنج و درد به سرعت به سراغش می اومد. اما لارتن با فرار از مبارزه طلبیای زندگی سر و کار نداشت. از آینده یا چشمانداز مرگم نمی ترسید. همونطور که تو تاریکی آویزون بود یه لحظه احساس کرد که باید کاری بکنه. احساس کرد تو زمان و مکان درستی قرار گرفته. از اونجا به هر جایی که می رفت یا هر اتفاقی که از اون به بعد واسش پیش می اومد فرقی نداشت. این سرنوشتش بود. و بعد از اون همه سالای دور و دراز پر از وقفه و شکست
ناگهان خاطرش آسوده شد. از چیزی که زندگی واسش در نظر گرفته بود نمی ترسید. شبح با حسی دوگانه از پذیرش و سرکشی از دیوار پایین اومد. دستاشو باز کرد تا شنل سرخش پشت سرش موج برداره و مثل یه خفاش روی صحنه فرود اومد. پسره که روی ایوون از شدت ترس به پشت افتاد. بعد با تنی لرزون روی زانوهاش بلند شد و خیره به مرد نگاه کرد که مقابل دوست وحشت زدش ایستاده بود. با اون لباسای سرخ رنگ و پرزرق و برق، موهای نارنجی رنگ عجیب، پوست رنگ پریده، جای زخمی دندونه و نگاهی نافذ، امکان نداشت که اون اشتباه بگیرن. آقای کرپسلی. خب دوستان، آخرین قسمت از 4 جلدی حماسه کرپسلی رو شنیدین. این 4 جلدی پیش درآمد یک مجموعه کتاب 12 جلدی به اسم قصه های سرزمین اشباح، باز هم نوشته دارنشانه، که ادامه ماجرای لارتن و همینطور داستان کاراکتر اصلی اون مجموعه یعنی دارنشان تو اون مجموعه 12 جلدی گفته میشه. اگر این مجموعه 4 جلدی رو دوست داشتین و علاقه داشتین که اون مجموعه 12 جلدی رو هم بشنوین، حتما توی کامنت ها برام بنویسین. اگر تعداد زیاد باشه حتما اون مجموعه 12 جلدی رو هم براتون صوتی میکنم. تا کتابای دیگه و قصه های دیگه، خدا نگهدار.